درس سیوم، حرفهای جداگانه و یا حرفهای مقاطعه. این حرفها را در زبان عربی و یا در علوم قرآن حرفهای مقاطعه میگویند. اینها همان حرفهای هجای الفبا می باشند که در اینجا با حرفهای دیگر پیوست شدگی هستند. اینها این طور خوانده می شوند. این قاشه که بالای حرف ها می بینید این مد نام دارد که به اندازه کشیده می شود. همان حرفی که بالایش همین قاش و یا اینکه مد ایستاده است همون حرف را تا یک اندازه می کشیم. به طور مثال الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، طه طاسين ميم، طاسين ياسين صاد حاميم، حاميم عين سين قاف